дар зиндагӣ роҳҳо зиёд ҳастанд ки мо бо онҳо пеш меравем, қадам мезанем, вале на ҳама он роҳҳо дар хотири мо мемонанд. муҳимтарин пайроҳа дар зиндагӣ пайроҳаи интихоби касб аст ки моро ҳамроҳи ҳамкасбони хеш ба сӯи қуллаи мурод мебарад. бинандаи азиз салом, дар барномаи навбатии пайроҳа аз ҳаёти ҳунарманде қисса мекунем ки фаъолияташ дар ҳастии фарҳанги мардумӣ бисёр муҳим аст. ошноӣ ба рӯзгори бархе аз одамон ба хондани китобе монанд аст, зеро рӯзгорашон пур аз панд асту ҳастиашон дар зиндагӣ ба қаҳрамоние монанд аст. ин навбат баҳри бозгӯӣ аз ҳаёти ҳунармандон лозим донистем бонеро интихоб намоем ки назди халқу ватан хизмати шоён карда бошад. пеш аз ҳама ба сухан бисёр ошноӣ хуб дорад. мардум хеле дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд, сурудашонро гӯш мекунанд. ин овоз овози нотакрор аст, овози шуниданӣ аст. мавқеи худашро гум накардааст, шӯҳрати худашро гум накардааст. خاصیت زرافشانی این نام برای بیننده ما آشناست، زیرا صدای او را بارها شنیده و از هنرمندی او لذت برده. این نوبت ما بابت پیراهی طی کرده این هنرمند قصه میکنیم. خاصیت زرافشانی زاده دهه گذریباد ناحیه عینی است. گذریباد تقریباً 20 کیلومتر بالاتر از مرکز ناحیه جایگیر شده است. روزگار نورسی خاصیت در همین ده میان محبت نزدیکان سپری می شود. آن دمی که با بهاری بچگی همدم و همراز و هم پیمان بودم، آن دمی که بیخبر از این جهان طفل شوخی سرکش و نادان بودم، بگذشت رفت. یا استاد لایق میگن که بچگی هم به کسی تنها گذشت، با درب با خوشه چینی ها گذشت. همین دیو مصرش معقول است، با درب با خوشه چینی ها. وقتی که در ده ما هم دوره بچگی گذرانیدیم، همین خیلی بود، لاله چینی و خوشه چینی و درافگری و پدری خاصیت شخصی بود از زمره دوستداران فرهنگ و صنعت. در خانه همیشه کوشش می‌نمود تا فرزندانش با جهاز مکتبی تامین باشند و دنیای کودکیشان رنگین باشد. مهر سرودخوانی هنوز سالهای نورسی در قلب کوچک خاصیت جای شده بود. این احساس را پدری خاصیت درک می‌کرد. با این خاطر این یک سفر برای فرزندش اسباب موسیقی خریداری می‌نماید. در عائله ما پدرم بسیار صنعت دوست بودم، مادرم هم بسیار صنعت دوست می داشتم و یک عائله فرهنگی بودیم. همین 3 برادر و 3 دختر بودیم. همه ما گویا که در وجود ما همین هنر بود هست و همه درک میکرد همین چیزا، شعر و سرود و موسیقی. استاد اولین من پدرم هم گم خطا نمیکنم. پدرم همین مهارت آوازخوانی من گوش کرده، رفته از سمرقند تار دوره همین خیلی اسباب‌های موسیقی گرفته آمدگی بودن و ما همراه برادرام یاد گرفتیم همین نواختن اسباب تار بود، ولی رباب نگرفتیم. یک بار از همه اسباب تار سر کردیم، کم کم یاد گرفتیم و همه کسا گویا اهل عائله خرسندی میکردیم. خاصیت وقتی به مکتب می رود کیها معلمان او را می دانستند و از آواز شیردارش آگاه بودند. توجه معلمان و جلب او به محفل‌های مکتبی زمینه برای بیشتر گردیدن محبت صنعت در وجود خاصیت می‌گردد. دوره مکتبخوانی من در بسیار محفل‌ها اشتراک می‌کردم، در فستیوال‌ها اشتراک می‌کردم، بین مکتبی و ناحیوی و ولایتی برآمدها می‌کردم و همین خیلی قدم‌های اولین من در ساحه صنعت هنر
сар шудагӣ аст. давраҳои бачагӣ давраҳои хуше буданд. ёдам меояд аллакай қариб ки ман 60 ба даромадам 60 сол шудааст аз ҳамон овони хурдсолӣ то имрӯз. خاصیت زرافشانی میگوید که اگر نخستین شده در صحنه مکتب یا که در حضور والدین هنرنمایی نموده باشد ولی اشتراک در آزمون جمهوری بوستان برایش زمینه شده تا او صحنه صنعت را برای خود انتخاب نماید و در آن قدم‌های استوار گذارد. وقتی که من شوق پیدا کردم بسیار هنرمندانی اصیل گوش میکردم، مخصوصا استاد عزیزم استاد جورابک مرادف، استاد مستانه ارگشو که هم وقتا نو برآمدگی بودن، بسیار دوست می داشتم و سرودهای آن کسا می خواندم. وقتی جاویدان سرودی سول از سرودهای وطن از استاد جورابک مرادف که در دوره مکتب خوانیم و همین استادای بزرگ استاد ظفر ناظموف همینای من گوش کرده باز مهر و همین کسب در دل من بیشتر جای گرفت و من پیش خودم مقصد گذاشتم که هنرمند شوم، صنعتکار شوم. پیروهای روزگار خاصیت و اهل عائله او را از ناحیه عینی به ناحیه ظفرآباد می آورد. اکنون آنها استقامت کننده این ناحیه بودند. در ناحیه مذکور فضا برای آموزش دیگرگونتر بود. محبت صنعت در وجود خاصیت شعله میزد و البته این شعله از نگاه معلمان دور نمیماند و او اکنون در آزمون‌های جمهوری ناحیه ظفرآباد را معرفی مینمود. من الکی وقتی که در ناحیه ظفرآباد بودم قریب که الکی معمول گشتگی بودم بین مردم برای آنکه در فستیوالی بین ناحیه ظفرآباد در ولایت اشتراک کردم اونجا. پس از آن یک گروه بعد همان بوستان یک گروه تشکیل کردن آمدم، لیکن اولین بوستانی که من اشتراک کردم در صنف ششم میخواندم این بین ناحیه عینی قلعه خون بود. من اونجا اشتراک کرده برآمد کردگی بودم و سرودی بخت جاویدان از استاد مستانه ارگش و همون سرود را خواندم. حقیقتا به من بهای بلند دادن، لیکن از آن سبب که سن سالم خرد بود مرا غیر کانکورس گرفتم و شادروان استاد حلیم یارف اونجا بودن. اون کس خیلی برآمد کرده بالی بلند گرفتن، باز اون کس قبول کردن من غیر کانکورسی گرفتم برای اینکه مایده گفته. وقتی که ناحیه ظفرآباد برفتیم رئیس فرهنگی ناحیه ظفرآباد استاد مقیموف بودن. اون کس همچون پدروار مرا خیلی دستگیری کردن و من صنف نهم میخواندم. آمدم در همین تئاتر اپرا بالت برآمد کردم با سرودی کلاسیکی قوشچینار و با واسطه تلویزیون هم ثبت کردیم. آمدم در خانه رادیو باز 2 سرود ثبت کردم. همین خیلی برآمدهای من بیشتر بود نزد مردم و پس از ختم مکتب میانه خیلی گفتید مشکلات ها خیلی زیاد بود و بسیاری ها نمیخواستند که من به دانشکده بیایم. پدر و مادرم لیکن دستگیری میکردن، خیلی با خشتوار به نظر میگرفتن، لیکن پدر و مادرم دستگیری میکردن. من همین نه گفتشتم که من همین انستیتوت صنعت بمیرم گفتم. بعد ختم مکتب پدر دختر خود را به شهر دوشنبه می آورد و حجت‌هایش را به دانشکده صنعت می سپارد. در دانشکده او از مکتب هنرمندان معروف برنا اسحاق و الماس عبداللهیف، اسدالدین نظاموف، کریم حلیم و دیگران سبق می آموزد. حجت‌های سپردیم. پدرم هم گفتن اکنون تو روی سفید آن طرفش در دست خودت گفتن. اگر وی که من آینده یا هنرمند خوب میشم این همش در دست خودت بین گفتم، لیکن اگر نمیشدگی باشی نمیخواستگی باشی از حاضر گفتن گرد از راحت. همین نصیحت های پدرم بودم. من خیلی نصیحت های که به گوش گرفتم. حجت سپردیم. اون کس رفتن ناحیه با من ماندم حرکت کردم. خیلی همین امتحانات سپاریدم با راحت داشتم از ناحیه ظفرآباد به نظر گرفتم و مرا دانشجو کردم. وقتی که ابوترین بودم اولین برآمد من در همین دانشگاه بود. معلمه تریشکوف آمدگی بودن، همین مهمان شده آمده بودن.
دانشگاه با وظیفه غفور و آن وقت رکتور بودن. روحشون شاد بود. یک زنی بسیار حلیم و خاکساری ناتکرار بودن و همونجا من برآمد کردم. چشمی من سیری ندارد از تماشای زمین. درباره حسن زن بود. آهنگ استاد عزیزم استاد جلوی مرادف. همونجا من همین سرود خواندم و معلمه وظیفه غفار و از خود همون بین زنای بانوا خسته آمدن و منو با آغوش گرفتن و بسیار تشکر کردم، منتداری کردم و گفتن دخترم تو بر راه سفید، تو باید که آیندت خوب است، من میبینم تو باید که حرکت کنی که همین کسب نغز به دست گیری، مهنت کنی. هنوز این دانشجویی خاصیت اعضای انسامبل نوروز دانشگاهی ملی می شود و با این انسامبل او به کشور افغانستان سفر می نماید. انسامبل مذکور نخستین هیئت ایجادی بود که در آن خاصیت فعالیت نموده است. وقتی دانشجویی به من همراه انسامبل بانوان رباب نوازی فیلارمونیا بودن، با همراهی استاد ظفر نازوف سفر کردم به استریا. همراهی همین انسامبل سفر کردیم و سفرهای من در دوره دانشجویی همین خیلی بود. همین قدر هنرنمایی میکردم، در محفل‌های دانشگاه اشتراک میکردم. گویا که هر روز ما سرود بود، زندگی ما با سرود است. بعد ختم دانشکده خاصیت را همراه چند نفر دیگر برای فعالیت با انسامبل بانوان رباب نواز را خط می‌دهند. آن زمان انسامبل مذکور زیر نظر بزرگان صنعت قرار داشت و اصلا آنجا بانوان جلب می‌گردیدند که هنری آوازخوانی و نوازندگی داشتند. من مدت 25-30 سال باز با همراه در یک کارخانه در فیلارمون دولتی تاجیکستان با همراهی خاصیت ظرفشانی فعالیت داریم و گفتنی هستم که از جهت آداب و آدمگری خاصیت بسیار مردانه رفتار میکند. اپای خاصیت همراه من فکر می‌کنم که سالیان دراز کار کردیم با هم در فیلارمونی دولتی تاجیکستان و حرمت احترام یکدیگر ما دائما داشتیم تا حاضر هست. و اگر درباره خود شخصیت هنرمند اگر ما چند سخن گوییم، اگر دختره که یکی از ناحیه‌های دوردست تاجیکستان، یکی از ناحیه‌های دوردست کوهستان تاجیکستان وارد به شهر دوشنبه شده است و در یک مدت کوتاه این دخترک کوهستانی در دل و دیده مردم جا شد، راه خودش یافت، سبک خودش یافت و فکر میکنم که در تاجیکستان عزیزی ما نیست شخصی اگر گویم خطا نکنیم که یعنی اپای خاصیت نشناسد. اگر شناسد هم اگر با چی میشناسد؟ با شعر بلندی و با سخنهای بلند و با موسیقی بسیار جذاب او. در فضای صنعت تاجیک وارد گردیدن خاصیت با سبک و اسلوب خاصه برد هنرمندانی بود که تا آن روز برایش کمک کرده بودند. انتخاب ترانه‌های زیبای خلقی از محبت فرهنگ مردمی گواه بود و سرودن غزلیات کلاسیکی منبع دانش او را معرفی میکرد. آفتابی که در ایام خزان همه طلا شود از پرتو آن، آفتابی که در ایام خزان همه طلا شود از پرتو آن، صبحی بر وقت زی پی راهی ده و کجای روان کم پیرگان. زیاده از 40 سال شد که در صحنه تاجیک هنرنمایی میکند و موقع خودش هیچ وقت گم نکرده است. و کدام خاطر گم نکرده است؟ با آن خاطر گم نکرده است که یعنی هیچ وقت از سروده های اپای خاصیت، از موسیقی های اپای خاصیت، از ایجاد این هنرمند
سخن پست مردم نشنیده است، موسیقی پست نشنیده است و با همون سبک و اسلوب و طرز خوانشی که به خودی هنرمند خاص است تا امروز ورد زبان مردم شده است و ما در این فیلم‌های دولت تاجیکستان که در اینجا قرار داریم چندین سال با هم کار کردیم، با سفرهای هنری با هم بودیم و در سفرهای خارج هم با هم بودیم. اپای خاصیت یکی چی میگن همراهان بسیار خوب است، محفل آرا است، خنارا است، چی میگن در سفرها بسیار صحبت‌های خوش دارند. اپای خاصیت خیلی یک سهمی باسزا گذاشتن در کلوار بسیار هم بزرگی خزینه صنعت کشور ما. خاصیت زرافشانی از سالهای 1983 که در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به کار آمدن، 82 در انسامبل ربابچی دختران به کار آمدن، با آنها کار کردن و کمی تجربه گرفته به انسامبل آوازداری زرافشان که راهبرش هنرپیشه اتحاد دولت‌های مستقل هنرپیشه خلقی SSR استاد جورابک مرادوف بودند، آمده در همین انسامبل شامل شدند و با استادان صنعت به مانند قربانجان صادقوف، سید میرزا نظیف، مرادبک نصرالدینوف، رستمبک باتوروف و بنده همراه کار آغاز کردیم و بسیار هم یک شهرت بسیار بلند داشتند. خاصیت دانندگان صنعت میگویند که هنری آوازخوانی خاصیت با چند ویژگی فرقیت دارد. اول اینکه حین سراییدن سخن را برا و شیوا و دلنشین تلفظ می کند، بعداً سبک خاصه دارد و کسی را تقلید نمی کند. همچنین آهنگساز خوب است و اکثر آهنگهایش را خود می آفرد. در انتخاب متن نیز خیلی عاقلانه کار می کند و سخن ناب را می شناسد. سالهای 86-87 و وقتی که ما با سفرهای هنری بسیار می رفتیم، من هم مخلصی زیاد پیدا کردم. اومده همه خیلی نصیحت کردن وزارت فرهنگ و فیلارمونی دولت تاجیکستان که یک بریگادی علاوه برای من تشکیل کنم و انسامبل جوانی تشکیل کرده شد. از همون هنرمندای خود فیلارمونی، هنرمندای انسامبل رو گرفتیم و در همین انسامبل من راهبر بودم، راهبر انسامبل جوانی. یک انسامبل تأسیس داده شد و اولین هنرمندایی که با من بودن در آنجا من همین برادر عزیز هنرمندی مردمی افزشا شادیف بودن. من اون کس را همراه گرفتم. عبدالمجید بردیوف هنرمندی شایسته همراه کار میکردیم. پس از خدمت حربی قابل جان ظریفوف شاگردم آمدن همراه کار کردیم. در این انسامبل کار کردن شاگردم آرزوگل خوجم آمدن، پس از اون همراه کار کردیم. همانا علیشیر قناعتزاده، گلپری عارف و من همین هنرمندایی که چندین سال ما پس از همون سال 88 قریب 28 سال ما در همین انسامبل کار فعالیت کردیم، سفرها کردیم، سفرهای هنری میکردیم در فیلارمونی دولتی تاجیکستان. اولین قدم هایی که در راه صنعت گذاشتم البته با دستگیری استادم از روز نخست صورت گرفت و وقتی که نیت کردم که صنعتکار میشم با استادم یک مرتبه شناس شدیم، با خوردیم. راستی گپ امید نداشتم که با اینقدر خاکساری منو پیشواز میگیرن، مرا قبول میکنن و از همان روز ما مثل یک آدمی نزدیک شدیم و تا امروز با استادم در یک جا هستیم، در یک جا کار میکنیم، فعالیت میکنیم و البته افتخار از آن دارم که با چنین صنعتکاری ورزیده شناخته شده همنشین هستم، همکاری میکنم و در سفرهای هنری باشد راستی در حیرت میمانم. مردم با یک افتخار، با یک دوستداری در همه منطقه تاجیکستان پیشواز میگیرن، قدردانی میکنن. حتی برنامه‌های کنسرتی که ما تیار کرده به نزد مردم برآمد میکنیم، یگان وقت از روی برنامه صورت نمیگیرد. وقتی که استادم به همان تالاره کنسرتی اشتراک میکنن یا برنامه کنسرتی پیشکش میکنن، همش توسط انتخاب همان اشتراکچیان برنامه کنسرتی صورت میگیرد
ҳар як суруде ки кадом соли пеш хондагиам мардум талаб мекунанд ҳамон сурудоя аз рӯи хоҳишӣ ҳамон тамошобино консертошон барпо мешавад. ҳамено ман гуфтанӣ ҳастам ки бисёр дар соҳаи худ сахтгир ҳастанд, устоди сахтгир ҳастанд дар матни суруд, дар интихоби оҳанг, ҳатто дар тоза сароидан хеле устоди сахтгир ҳастанд. ман бо ансамбли бонувони рубобнавоз инҷо устод муслима боқиева буданд, инҷо шинос шудам ва таърихи ҳаёти фаъолияти он кас шинос шудам. баъд бо устоди азизам устод ҷӯрабек муродов, устод зафар нозимов, шодравон устова масто ки бисёр сафарҳои ҳунарӣ мекардем ҳамроҳ, шумқор одинабеков буданд, апаи хадича абдуалимова буданд, устод муродбек насриддинов ҳамкорӣ доштем, шодравон ҷумъа исоев ки дар ҳамин ансамбли мо кор мекарданд, хуршед алидодов ва хеле хеле ҳунармандони зиёд, мана авзалшо шодиев, абдумаҷид бердиев, қобилҷон зарипов шогирдомо, бо ҳамино бисёр ҳамкорӣ кардем аз ҳунармандо. ва аз шоирон қариб ки ман бо ҳамин шоирони ба ғайр аз шоирони классик, шоирони муосири имрӯза бо ҳамашон аз устод лоиқ сар карда ҳамкорӣ доштам. ҳамкории зич дорам бо устод фарзона бону, бо устод озарахш бисёртар ҳамкорӣ мекунам. бо устод шодравон гуфтан забонам намегирад, рости гап устод маҳзуб ки мо барномаҳо кардем, чӣ қадар ман бештар аз 20 шеърашон ба оҳанг бастагиам. бо шодравон шоир ҷамшед раҳимӣ бисёр ҳамкорӣ кардем. бо устод сайдалӣ маъмур, бо устод зульфия атоӣ, устод раҳмат назрӣ, ҳақназар ғоиб, бисёр қариб ки ҳамин ашъори ҳамаи шоирон ба ман сурудом ҳаст, ҳамкорӣ кардам. бисёр ҳунармандоне ҳастанд ки дар пайравии хосияти зарафшонӣ аз суруду оҳангҳои мардуми зарафшон месароянд ва барои мардум хизмат мекунанд. ва як чизи аҷибаш ин аст ки гуфтанӣ ҳастам ки хосият пеш аз ҳама ба сухан бисёр ошноии хуб дорад ва суханро дар фаъолияти эҷодии худ дар мадди аввал мегузорад. бисёр гуфтаниҳои зиёд аст барои ҳунарманде ки нотакрор аст, ҳунарманде ки ҳамагон дӯсташ медоранд, хосияти зарафшонӣ. яъне ман низ ҳамчун як нафаре ҳастам ки дар вақти мактаби миёна мехондам ки ин ҳунарманд бо садои суруди бобо раҳмон мурам ба ту ва яъне ки нигинаёр ман гӯш мекардам ва орзу мекардам ки боре ҳам мешуда бошад ки бо чунин ҳунармандон аз наздик шинос шавам. ва имрӯз бисёр хушбахттарин рӯзе ҳаст ки дар бораи устоди ҳунар, дар бораи зане ки ин қадар солҳо хизмати мардуми хеш, хизмати тоҷикистонро кардааст, апаи хосияти зарафшонӣ аст. ва бовар кунед ин овоз овози нотакрор аст, овози шуниданӣ аст, овозе ки на ҳамагон метавонад ки ба монанди апаи хосият суруд хонда тавонад. زینهار مرا مگو که پیرم پیری و فنا کجا پذیرم. خاصیت زرافشانی در فعالیت خویش در انسامبل‌های بانوان ربابنواز، انسامبل زرافشان، همچنین انسامبل جوانی فعالیت نموده است. طول 28 سال حیاتش همچون راهبری انسامبل جوانی سپری شده، در این مدت شاگردان را آماده نموده و در گوشه و کنار تاجیکستان عزیز و دیگر کشورهای بزرگ و خرد سفر نموده، صنعت مردم تاجیک را معرفی نموده است. جز از لبلال جان ننوشم، غیری سر زلفی و نگیرم. جز از لبلال جان ننوشم، غیری سر زلفی و نگیرم. گر کژنی هدم کمان ابرو،
баъзи ҳунармандо аз баъзи ҳолатҳо чӣ мегӯям худашон худдорӣ мекунанд ки инҷо ҷои ман нест ё ки инҷа ман овозам хаста шудааст не ки дар апай хосият ин хос нест вуҷуд надорад вай доимо тайёр аст дар ҳама давру замон дар ҳама вақтҳое ки мо бо ҳам будем апай хосият чӣ мегӯям як пешсафи соҳаи худ аст дар соҳаи ҳунар пешсаф аст доимо дар аспаи эҷод аст ва доимо дар байни мардум бо сурудҳои нав ба нав тоза ба тоза ва барои васфи тоҷикистони азиз ва барои истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва барои ваҳдати миллии тоҷикистон барои миллати тоҷик хизматҳои шоён кардааст. ساقیا برخیزو در ده جام را خاک بر سر کن غمی ایام را. این غزل از حافظ بود. اولین آهنگام بعد با برگ رخساری گلد ای گل بدن خارا مکن از تغرب. وطن از استاد بازار صابر اولین کارکردهای من. از نگاه هم شراره خواهد ماند از استاد لایق. سرودی با نزی رنج عذاب میترسم از استاد لایق. با همین آهنگ ها من سر کردم آهنگسازی شعر سرودم مردم با همین سرودهای خودم مرا شناخت نقصر شناخت. نگین نیار نگین نیار انگشترینت نگین ندار هر دو زلفان زنگوله دار. همین سرود هم خیلی در میان مردم شهرت پیدا کرد و ما با سرودهای زیاد خواندیم. خاصیت با سرودی با برگی رخساری گلت ای گل بدن خارم مکن شعر از ایشانی نقیب خان تورال و همین یک آهنگ خوشرو بسته همین سرود وقتی خواندن همه مردم به همین یک باید بخشید یک الهام بخشید به همه جوانو و من برای همین خاطر میگم این یک افتخار است که خاصیت در بین مردم تاجیکستان در بین مردم کشور ما در همه مناطق تاجیکستان یک خیلی محبوبیت دارن و مردم خیلی دوست می‌دارن احترام میکنن سرودشون را گوش میکنن. برای خاصیت باز در آینده که در جاده علم حاضر در دانشگاه صنعت و زیبایی به نام استاد میرزا ترسون زاده به حیث آموزگار درس میگویند و در صنعت کوشش میکنن که شاگردای زیاد برارن شاگردای زیاد تربیت کنن با آنها راه نشان دهند. من برای این به خاصیت برار میخواهم. من دوست می‌دارم زیادتر از همه هنرمندانی که به فولکلور زیادتر از ایجادات خاص سرود می‌سرایند با اونا یعنی توجه هم زیادتر است چون که من هنرمند ساحه فولکلور که هستم دوست می‌دارم و دائما گوش و هوش میشم به شرطی که کسی یگان سرودی یعنی که از ایجادات خلق خواند فولکلوری خواند و در سرودها و در ایجادات اپای خاصیت این برعلا حس کرده می شود. من شاهد هستم که چندین سرودهای فولکلوری میخوانند مثلا سرودی کمپیرکون میخوانند سرودی بابا رحمون بی ریحون میخوانند مثلا چندین سرودهای فولکلوری وادی زرافشان میخوانند روبایات وادی زرافشان میخوانند که از با صدای خوشی اپای خاصیت بسیار خوب صدا میتید و من گفتم میتونم که اپای خاصیت از همه نوع سرودهایی که پیشکش میشود با یا که از طرف خلق ایجاد شده از سرودهای فولکلوری از خوب میبراید و به شنونده رسانده هم میتواند این سخنوشا سرودوشا. هنرمند معروف تاجیک ظفر ناظم درباره خاصیت نوشته بود که خاصیت میان بانوان هنرمند بی‌نظیر است زیرا او خود آهنگ میبندد خودش مینوازد و خود میسراید. یقین است که این هنر را نه همه داشته میتوانند. خلاصه او شخصی است که وجودش در این روزگاران برای هنر، برای ملت و برای فرهنگ ما ضروری است. خاصیت زرافشانی در طول فعالیت خویش مکتب صنعت خود را ساخته و در آن ده‌ها شاگردان را به وای رسانیده. در طول این فعالیت توانسته صدها آهنگ در ژانرهای گوناگون ایجاد بکند و در فاند طلایی خانه رادیو ثبت کرده بماند. امروز او به شاگردان درس میگوید و امید میکند که میان آن همین شاگردان شخصانی به وای میرسند که توانند سالهای دیگر فرهنگ مردمی را بهر مردم و بیرون از کشور معرفی کرده باشند.
همیشه با خلق بودم، با مردم بودم و شکر میکنم که خدا به من همین استعداد داده است. اگر همین استعداد خدا داد نمیشد ممکن که من تا این قله های بلند هنر نمی رسیدم. آرزو میکردم که به مانند استادا صاحب عنوان باشم. صاحب عنوانم شدم. من سال 90-91 هنرمند شایسته شدم و سال 2006 از دست پرزیدنت عزیزمان من عنوان هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان گرفتم. اردن شرف گرفتم سال 99. همه این خدمت های من قدر کردن، قدردانی کردن. من خیلی از این شاد هستم که کم هم باشد اگر به پایه همین استادا رسیدم، همراه همین استادا شدم و این برای من البته یک دولت است، یک خوشبختی است و با این من خودم قانع کردن، قانع گفته شدن نمیتوانم، برای اینکه خیلی که گفتم هنرمند همیشه ایجاد میکند و نقشه ها دارم که در آینده اگر زنده و سلامت باشیم باز نزد مردم و با برنامه های نو کنسرتی برآمد کنم. گر دوتار و نی نباشد، گر می و ساغر نباشد، گر بهاری دلفریب و جلوه دلبر نباشد، زندگی معنا ندارد.